یزدان جان چیکار می‌کنی مادر؟ برو سربازی خود تموم کن انشالله بیا که تو نوزادار کنی. مادر تو با خدا بیخیال شو دیگه ول نوزاداری کو دیگه. برو خدمت بیا که تو نوزادار کنو. من نفهم نوزاداری ما چی سودی بالا تو داره. ما هم پیر شدیم خدا فرسوده شدیم. دوست داریم که مجلس عروسی تو ببینیم انشالله. از برا یاد بگیر رفت درس خون کارمند شد الان متعهد شده. الان برای چی من خدا برا رو مقایسه میکنی؟ چون کارمند من باید کارمند بشم. من استعداد ندارم. یزدان سلام. یزدان یزدان مرگ یزدان ها گوی که صدا نمیزنه دیگه قشنگ گو یزدان ها چیه؟ 100 بار نگفتم وقتی میاد در حیات مردم تا حیات مردم نه کلا خواست گوی تن انداز اول در بده شقا کجا میریو؟ بیا برو بیا فهمیده تو بلدی در بزنی وقت بیا یزدان این چی ساده خدا سلام تو یزدان تربت نمیری؟ تربت نمیری چیکار کنی؟ تربت من برون گوشی بخرم تو لازم دارم. تو مرد نیاز داری یا خر من لازم داری کسافه؟ خود خرتو. چی؟ نه هم خودتو هم خود خرتو. چی میگی تو زبون بسته قشنگ حرف بزن. نه ببخشین هم خودتو هم خرتو لازم دارم. میایی یا نه؟ حالا برو بیش از کن چای بخور الان میام کار انجام بدم میام برو. با کجا میبری خدا یزدان؟ ما این برون به تربت داره گوشی بگیرم. هر موقع کارتو گیر میاد دنبال یزدان میاد دنبال خری. با بیل خوبه یک خر داره. راست میگن که اگه خر نداشتی من خری هم نمیارزی. همین دیگه. سلام مادر. سلام یزدان چطوری؟ سلام. نار چی بختی مادر چی بویی رو انداختی تو حیاط؟ کارمند شما آمده مهندس شما آمده با یزدان فراموش کن. آقا کاظم تو هم که یه سر در حال چای خوردنی؟ بابا مستانه ازمه شکم ازمه من چای خوردن من مسعودی میکنی قبضی که در خانه تو نمیه دیگه. چه خبر مادر؟ خبر خوشی سلامتی. با بله بچی خیا مادر نهارت کی لازم میشه؟ حاضر نیست مادر. از چای بریز بخوریم. آقا یزدان سلام عرض شد. سلام. کاسه وقت بره. حالا بسه چای بخورم بعد بره. چی چا خوردن از تو موندک وقت بره نترقیدی. شاقا بیا دیگه پیرگو. حالا خدایی خرخو میگیری برن تربت. برو تو خر از اون بیشتر دوست فکر کنم نه. مثلا خاطر خر نمیونه جا تو. ما خاطر برا خونه بدرشم برا من بعدم میاد. چون برا من کارمنده درآمد داره میچ نداره. همیشه مادرم بهت سرم بزنه که برا تو کارمنده متعهد شد تو چی گوی نشدی. ما خاطر این بدرشم. حالا فهمیدی؟ میفهمم ولی متوجه نمیشم چی میگی برو. تو کی متوجه شدی شقا؟ تو کی متوجه شدی؟ حالا خب چرا میزنی؟ خوبه یه خر داری. تو به خرم نمیشه خدا بکن. ببین گوشو. بله که برای دیگه شلوار خیلی بلیش کار کنید بدمه بیشون جلو اونجا ماشین خارجی که نیه تو بیشین جلو خریه دیگه چی فرق کنه؟ یک این دفعه بده که من بیشی گمشه یواشتر برو کازم دیگه خر یا برو ماشینه که نیه دیگه همین الان 2 نفر رو تو بیشن تو خونی میکنی خب این خر از اون واسه چی گناه کرده دیگه یواشتر برو شقا کازم حال من گوشی بخره چیکار کنی برو من برو این اینستاگرام نصب کنم چیکاره وقت نگه خر نگه دار بگی تو خرطی خدا بکلی چیکار کنی اینستاگرام نصب کنم اینستاگرام چیه دیگه بابا هرچی به تو نگم تو نمیفهمی یمشو شقا تو که گوی مفهمی یعنی من که خریم نمیفهمم دیگه اینستاگرام چیه اینستاگرام چیزیه که تی کلیپ میذاری پست میذاری استوری میذاری خدایی ها به خدا یعنی باید گوشی لمسی بخری برو فقط باید گوشی لمسی بخری خدا نکی ساده نمیشه گوشی مادر خبرم ما چون دیگه اون با خود تو بیشتر خبر داری خب به من میشه گوشی بخره میشه پول داری اوکی بینم کازم بریم یعنی بره دمت گرم بره بابا تو که یاد نداری میزیشی به جلو میشیشتم دیگه ببندن خو این خرمه قلی قبل تو بگی بیشین جلو عقل چه بیشتر دیوانه راستی کمک آقا خراب واسه دوشه یاره من یواش یواش میاد صد شروشون هم میذاره حسد میشه با دل